آقا به خدا من دیگه اونقدر هم نامرد نیستم. به خدا نیستی؟ ها؟ نه به خدا. جسارتا میتونم بپرسم تعریف شما از نامردی چیه؟ نامردترین آدمای روزگار همونایین که برای رسیدن به منفعت خودشون به تو ظلم میکنن، تو رو میفروشن، حق تو میخورن. شاید تو اونها رو رها کنی، اما روزگار اونها رو رها نمیکنه. ظلمی که به تو کردن رو به شکل دیگه‌ای به زندگیشون برمیگردونه. من نمیگویم مرا ای چرخ سرگردان مکن، هر چه میخواهی بکن، محتاج نامردان مکن. تو دنیا هر چی میخوای باش، ولی نامرد نباش. شد نشد انقدر زحمت میکشید تا بشه. من یه 8 درصد سرماشو میتونیم مثبت 45 درجه هم عرقشو میتونیم. نباید بذاریم آلش مقدس بشن. همه گفتن نه ولی من کردم. هرچه بودم هرچه هستم با تو بودم با تو هستم. گرچه در چشم جماعت کوچه گردی بود پرستم. عشق پاکت چون شقایق در دل من ریشه بسته. ای که با جام لبانت توبه می را شکستم. خیلی ها میخندیدم به چقدر آدم بیرم دیدم به میگفتی کجا ولی نشنیدم کی دست خونده تر از تو هم که تشنیدم وقتی همه میگیرن تقریبا نه خوب باشی ولی نصیب غربی سمر جیتا و سبجان ارجکی تو هات میدینو ساحل سبجان. آخر دنیا همه جامون توی پنجه خاک، چه حاکمه چه مفلسه. در پی دشمن شهر خانه به خانه شدم روانه. عشق را چیدی